یک برادر از مصر به نزد خود شیخ محمد حسن را دعوت کرد. وقتی که شیخ به نزد این برادر آمد، آگاه زان شد که این برادر به صدمه اتومبیلی دچار گشته است و هنگامی که صدمه رخ داده است، خداوند راننده این برادر را از این آفتها نجات داده است و خود او باشد در بالای کت دراز خواب است و هیچ جایش کار نمی کند. این برادر به شیخ محمد حسن نگریسته گفت: من گفت در حسابهای بانکی هم 600 میلیون دلار دارم و دیروز هنگامی که شب شد و فرزندان من رفتند، این راننده من را که خداوند نجات داد در حجره دیگری خواب بود. من هم در اینجا خواب بودم و ناگه نصف شب پشت من خارید و من نمی توانستم که پشت خود را خارم و من نمی توانستم که راننده را تنها به خاطر که بیاید و پشت مرا بخارد بیدار کنم، زیرا او همه وقت همراه من است. روزی دراز از صبح تا شام کار کرده بود، لباسهایم را عوض می کرد و من خوراک می داد و دیگر و دیگر. و من قسم خوردم که به خداوند قسم خوردم که اگر همان دم کسی همین پشت مرا می خاری، من همین 600 میلیونی که در بانک دارم به او می دادم. چه نعمت‌هایی که خداوند، چه نعمت‌های خداوند به ما داده، چه امکانیت‌های داده. پس باید به قدر آن برسیم.